سلام آقا، پیشا پیش عید همگی مبارک. از قدیم گفتن سالی که نکوست از چهارشنبه سوری سال قبلش پیداست. رفقای فابریک موشکاف امشب حسابی ترکوندن، اونم چه ترکوندنی، دمشون گرم. بله ما اینی. وقتی سیدعلی و باقی خفاشای نظام چنگ میندازن که چهارشنبه سوری ما رو بمالونن، دست به دست هم میدیم و سیبیل میبیلشون رو دود میدیم. آتیش میخوای بالا ترک، ولی فقی ترک ترک. ای بلا، 100 باریکلا، هزار ماشالله. اصل اساسی موشکافی اینه، هر جا پاش افتاد لحظه رو شکار کن و لگد چرخشی رو برو واسه پک و پلوی عظما. آتش شعله برکش، شعله دم فرو مکش. خوشتون اومد؟ موشکاف کلاسیک هم پایه است. هافوی کج استیل ولایت یا همون پاسدار رادان دیشب اومده بود تو تیویریش اینجوری واق میکرد. ببینید یک اشکال همواره در بعضی از ماها وجود داره که احساس میکنیم حادثه برای ما نیست، درست برای همسایه ماست، برای بغل دستی ماست، برای دوست ماست، ولی برای ما نیست. یکی از اینها چهارشنبه آخر ساله و حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال. بشین ببین جناب بولداگ، علی گدا هر اشکالی داشته باشه این یکی اشکالی که تو گفتی رو نداره. یعنی اطمینان کامل داره که هر حادثه‌ای هست نه مال همسایه است نه مال بغل دستیش، مال خود خاک بر سرشه. به خاطر همین جای این فک زدنا جیگر آشلاشتو نشون ملت بده که این شبا مثل ژله داره میلرزه. ما قائل هستیم به اجرای چهارشنبه آخر سال کوچه محور. یعنی هر کسی در کوچه خودش. خط قرمزی هم داریم و از دید ما چهارشنبه آخر سال یک موضوع امنیتی اصلا نیست، حتما یک موضوع اجتماعی. چی شد؟ بعد جوری گرخیدی رادان؟ تو که تا دیروز میگفتی همه چی تو این مملکت امنیتیه، حالا چهارشنبه سوری اجتماعی شد. خب جای این سه کاریا بگو آقا زهر به فیا خالدون من هم سرایت کرده، جا زدم، اینجوری بهتر نیست؟ ببینید باز اگر روانشناسی چهارشنبه آخر سال رو داشته باشیم بعضی از موضوعاتش خیلی خوب بود، ولی اون موضوعات خوب رو آروم آروم ما فراموش کرد. مثلا یه سنتی بود، حالا من یادم هست بهش میگفتن قاشق زنی. بله. میرفتن در خونه ها پولی جمع میکردن، هدیه‌ای جمع میکردن، میبردن میدادن به اون کسی که ضعیفترین فرد بود در اون کوچه. ببین فعلا که تو کوچه شما ضعیفترین فرد علی بافوریه. شیخ پری و کوسم دارن قاشق زهر میریزن تو حلقش. تو هم جای این توصیه های مسخره برو فکری به حال عمامه ولایت بکن که اگه پرش با آتیش بگیره 30 ثانیه سوته. بچه ها دمتون گرم. سرخی آتش از شما و زردی همگی از آتش. آتیش چهارشنبه سوری تازه داره گر میگیره. بپر از رو آتیش که میخوایم عمامه بپرونیم. شب چهارشنبه سوری آی بوته.
بذار همه بدونن منم رادان ازگل، توی اراذل و باش منم اول هیکل. خامنه ای بابامه دیگه کارش تمامه، میشینه پای من قلب میخونه با پیژامه. به جون تو شبا دیگه خواب نداره، هیچ کاری جور پیچ و تاب نداره. میگه برو تو کوچه ها باجه بگیر، خامنه نمیبینی جواب نداره. به جون خامنه دندون ندارم، رادو میگیرم ولی جون ندارم. به توی خیابونا ها رو پاک میکنم ولی واسه دیگه درمون ندارم. بذار همه بدونن، همه مردم این شهر نیروی انتظامی شده پشمرده پرپر. یه حرفی رو لبامه، یه بوسی تو گلومه، حالا داد میزنم وای عجب فشاری رومه. به جون تو شبا دیگه خواب نداره، هیچ کاری جور پیچ و تاب نداره. میگه برو تو کوچه ها باجه بگیر، خامنه نمیبینی جواب نداره. به جون خامنه دندون ندارم، رادو میگیرم ولی جون ندارم. به توی خیابونا ها رو پاک میکنم ولی واسه دیگه درمون ندارم. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.